سلام به همه، خوش اومدید به کانال ما. امروز میخوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که تقریباً همه ما با اون دست و پنجه نرم کردیم، یعنی اهمال کاری. آیا تا به حال پیش اومده که کار مهمی رو به دقیقه 90 موکول کنید یا شاید بارها تصمیم گرفتید که از فردا شروع کنید؟ اگر پاسخ شما بله هست، شما تنها نیستید. در این ویدیو به بررسی دلایل، پیامدها و راهکارهای مقابله با اهمال کاری خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید. اول از همه باید بدونیم که اهمال کاری چیه؟ اهمال کاری به معنای به تعویق انداختن کار هاست. این رفتار میتونه در هر زمینه‌ای از زندگی ما، از تحصیل و کار گرفته تا زندگی شخصی مشاهده بشه. اما چرا این اتفاق میفته؟ آیا ما واقعا نمیخوایم کارهامون رو انجام بدیم یا اینکه دلیل عمیق‌تری در پس این رفتار وجود داره؟ پس بیایید حالا دلایل اهمال کاری رو با هم بررسی کنیم. ترس از شکست. یکی از بزرگترین دلایل اهمال کاری ترس از شکسته. بسیاری از ما نگرانیم که اگر تلاش کنیم و موفق نشیم چه بر سرمون میاد. این ترس میتونه ما رو از اقدام باز داره و به جای اون ما رو به سمت تعویق انداختن کارها سوق بده. عدم انگیزه. وقتی که کارهای بزرگ و دشوار رو در نظر میگیریم ممکنه که احساس کنیم هیچ انگیزه‌ای برای شروع نداریم. اینجاست که اهمیت تقسیم کارها به مراحل کوچکتر مشخص میشه. وقتی یک پروژه بزرگ را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید، احساس میکنید که قادر به مدیریت اون هستید. حواس پرتی. در دنیای امروز حواس پرتی های زیادی وجود داره، از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا تلویزیون. همه میتونن ما رو از انجام کارهای مهم باز دارن. تلفن همراه، پیام‌های فوری و حتی ایمیل‌ها میتونن تمرکز ما رو به هم بزنن. کمالگرایی. برخی افراد به دلیل کمالگرایی شدید خود از شروع کارها جلوگیری میکنن. اونها فکر میکنن که اگر نتوانند کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهند، بهتر است اصلا شروع نکنند. این طرز فکر نه تنها باعث تعویق کارها میشه، بلکه میتونه منجر به احساس ناکامی هم بشه. حالا نوبت چی میرسه؟ نوبت این که پیامدهای اهمال کاری رو با هم بررسی کنیم. اهمال کاری نه تنها بر روی کارایی ما تأثیر میذاره، بلکه میتونه عواقب روانی نیز داشته باشه. احساس گناه، اضطراب و استرس ناشی از عدم انجام کارها میتونه بر روحیه ما تأثیر بذاره. همچنین ممکنه باعث کاهش اعتماد به نفس ما بشه و احساس ناکامی در زندگی ایجاد کنه. به علاوه اهمال کاری میتونه روابط ما با دیگران رو هم تحت تاثیر قرار بده. چطوری؟ مثلا هنگامی که وعده‌هایی رو به دوستان یا همکاران خود میدید و اونها رو نقض میکنید، این امر میتونه باعث بی‌اعتمادی و تنش در روابط بشه. حالا چطوری بر اهمال کاری غلبه کنیم؟ سوال اینجاست. حالا بیایید نگاهی به چند راهکار برای مقابله با اهمال کاری بیاندازیم. تعیین اهداف مشخص. اهداف خود رو واضح و قابل اندازه‌گیری تعیین کنید. مثلا به جای اینکه بگویید میخواهم کتاب بخوانم، بگویید هر روز 30 دقیقه کتاب میخونم. این کار به شما کمک میکنه که تمرکز بیشتری داشته باشید و پیشرفت خودتون رو ببینید. تقسیم کارها. کارهای بزرگ رو به مراحل کوچکتر تقسیم کنید. این کار باعث میشه که احساس کنید پیشرفت میکنید و انگیزتون هم افزایش پیدا میکنه. برای مثال، اگر پروژه‌ای دارید، اون رو به مراحل مختلف تقسیم کنید و هر مرحله رو جداگانه انجام دهید. استفاده از تکنیک پومودورو. این تکنیک شامل کار برای 25 دقیقه و سپس استراحت کردن برای 5 دقیقه است. بعد از 4 دوره یک استراحت طولانی تر داشته باشید. این روش به شما کمک میکنه که تمرکز بیشتری داشته باشید و از خستگی جلوگیری کنید. مراقبت از حواس پرتی ها. سعی کنید محیط کاری خود را از حواس پرتی ها دور کنید. گوشی خود را در حالت سکوت قرار دهید و از فضاهای آروم استفاده کنید. همچنین میتونید زمانهایی رو برای چک کردن ایمیل ها و شبکه‌های اجتماعی تعیین کنید تا از حواس پرتی های مداوم جلوگیری کنید.
خود را تشویق کنید. بعد از انجام هر مرحله یا کار خود را تشویق کنید. این تشویق می تواند شامل یک استراحت کوتاه، تماشای یک ویدیو یا خوردن خوراکی مورد علاقه باشه. این کار باعث ایجاد انگیزه بیشتر در شما میشه. تعیین زمانهای مشخص برای کارها. برای هر کاری که دارید زمان مشخصی تعیین کنید. این زمان بندی به شما کمک میکنه که متعهد شوید و از تعویق انداختن جلوگیری کنید. در نهایت مهمه که بدونید اهمالکاری یک چالشه که بسیاری از ما با اون مواجه هستیم. اما با شناخت دلایل اون و استفاده از راهکارهای مناسب میتونیم بر اون غلبه کنیم و به سمت موفقیت حرکت کنیم. به یاد داشته باشید که هیچ کس کامل نیست و همه ما گاهی اوقات دچار اهمالکاری میشیم. اما با تلاش مستمر و استفاده از تکنیک‌های مؤثر میتونیم عادت مثبت رو در زندگی خود ایجاد کنیم. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، لطفاً لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید تا ویدیوهای بیشتری در مورد بهبود فردی و موفقیت دریافت کنید. نظرات خودتون رو توی کامنت ها بنویسید. دوست داریم نظرات شما رو بشنویم.